آرزو رحیمی. یعنی اینجا زندگی میکنن؟ نه آقا، اگه اینجا زندگی میکردم که اتاق نمیخواستم. برای خودتون اتاق میخوان؟ بله. برای خودتون تنها؟ بله آقا، برای خودم تنها. یه لحظه صبر کن. سیدی. شرمنده خانم، مثل که یک مشکلی تو سیستم ما پیش اومده. شرمنده تنه، ولی اصلا ما پره امشب. رزرو نداره، تا خالی نداره. یعنی چی آقا؟ میگم من رزرو کردم. بله میدونم رزرو دارم، ولی خب مسئله ایه که ما نه، مثل این که شما میخواین من اذیت کنید. من خبرنگارم، اینم کارت خبرنگاری. خبرنگاره؟ خب یه لحظه صبر کنم. میگیم خبرنگار باشه. خیلی خب بفهمید خانم. چی شد؟ حل شد مشکل؟ اوکی شد، حل شد. یهویی. خواهر به زحمت موهاتون بکنین تو. به شما ربطی نداره. آره اما کن که بیاین شما کارتو درست انجام بده، به شما ربطی نداره. اما کن شما رو که نمیشه. آقا راه بنداز، حوصله ندارم. راه بنداز، کارم میخوام برم تو اتاق.